سلام بچه‌ها، چطورین؟ به ولاگ امروز خیلی خیلی خوش اومدین. همونجوری که دیدین اولین روز کاری سال جدید رو با هم شروع کردیم و تا اینجاش بخوام بگم چجوری گذشته خیلی حوصله سربر بوده چون خیلی خلوته. مثل اینکه هنوز خیلی ها از تعطیلات و سفر برنگشتن. بعد خیلی عجیبه به خاطر اینکه تعطیلات امسال تا 16 طول کشید. آره خلاصه حوصله‌ام سر رفته چون هیچ خبر خاصی از کار زیادی ندارم. بعد روزا هم بلند شده دیر میگذره، ولی از صبح دارم با یه احساسات عجیبی سر و کله میزنم که حالا برم خونه حساب مفصل راجبش باهاتون حرف بزنم. الان نمیتونم کامل بشکافمش، ولی برم خونه حتما حرف میزنیم. بعد الانم ساعت تقریبا 4. میخوام برم یه دمنوش واسه خودم درست کنم، شایدم قهوه درست کنم، نمیدونم. حالا یه روزم روز اول کاری قهوه یه ذره زیاد بخورم مشکلی نداره به نظرم. احتمالا قهوه درست میکنم و همین. من اومدم خونه، یه بسته واسم رسیده، اومدم اول اینو با هم باز کنیم بعد صحبت کنیم. بازش کردم چون کاتر دم دست نبود، رفتم بازش کردم اومدم. ببین این بایو اویله، روغن ترمیم کننده بدنه، یعنی هم نرم کننده است هم ترمیم کننده است برای بدن. خوبه. این اولین تجربه من از استفاده از روغن بدن، چون تا حالا روغن بدن استفاده نکردم. اینو و خیلی تعریفش شنیده بودم. حالا میخوام استفاده کنم ببینم که چجوری. من الان تازه از سر کار رسیدم و امروز اولین روز کاریم بود و جدا از کار امروز افکار و احساسات عجیبی رو تجربه کردم، یعنی خیلی عجیب. بعد امروز از صبح که بیدار شدم خیلی سرحال بیدار شدم، روتین صبحم رو داشتم و خیلی همه چی اوکی بود. منتها فکر اینجوری بود که خب تعطیلات تموم شد، چیکار کردیم؟ و حس میکردم هیچ کاری نکردم، اصلا از تایمم استفاده نکردم، اصلا کارهایی که دوست داشتم انجام ندادم، یعنی کارهایی که واسش برنامه‌ریزی کرده بودم. بعد خیلی از صبح با این افکار داشتم سر و کله میزدم. بعد از ظهر داشتم تو راه برگشت در واقع
داشتم توی گالری میگشتم، دیدم که توی عید چقدر خوش گذروندم، چقدر لحظه های خوبی داشتم، چقدر کنار کسایی که دوستشون دارم جاهایی بودم که دوستشون داشتم و با خودم این مدلی بودم که خب چته، خب این همه خوش گذروندیم و خیلی این حس اذیت هم کرد. الان که رسیدم اول کاری که کردم زنگ زدم به پارتنرم و راجع به همه این حسایی که داشتم با حرف زدم، یه مقدار خیلی زیادی گریه کردم، تخلیه روحی روانی کردم خودم و آرومم کرد و همین دیگه. الان میخوام برم دوش بگیرم آماده بشم که بریم بیرون. ایشونیز واسم کادو فرستاد و خیلی بامزه بود. حالا من اینا رو قصد ندارم بخورم به خاطر اینکه دارم سعی میکنم که قند مصنوعی رو حذف کنم، ولی خب جالب بود، ناناز بود. بریم دیگه، دیرم میشه. های، رفتم همون آماده شدم، الان اومدم بیرون و چون یه ذره دیرم شده بود از اون پروسه ها نتونستم براتون فیلم بگیرم دیگه. بریم که بچرخیم دیگه.